سلام اشکات، چطورید؟ بچه دیروز من یه ترفندی رو اکتیویژن زدم که با این ترفند 5K سی پیمو تبدیل کردمش به 10K هم بیشتر شد. حالا چجوری؟ بیاین جلوتر بهتون بگم. قبلا که کریت این ماشینا اومده بود، من زده بودم تو چاپر لجند. تنها چیزی که مونده بود یه دونه جت بک و خود چاپر مونده بود، یعنی همه چیزش رو گرفته بودم. بعد وقتی شما میان گردونه رو اینجور گردونه ها رو میزنین که قبلا آیتماشو دریافت کردین، گزینه سبز رنگ میاد روش. خب وقتی شما میزنین هم سی پی خودتون رو برمیگردونه، همون آیتم رو دوباره دریافت میکنین دیگه، ولی سی پی رو از طریق ایمیل باکس بهتون برمیگردونه. حالا ترفنده که میگم سی پی مو دو برابرش کردم، حالا کجاست بچه ها؟ ببینین الان من 1100 تا سی پی برای این آیتمه دارم میدم. خب 1100 تا رو که دادم، الان کاراکترش رو بهم میده، یعنی همون 1100 تا رو دوباره برا من برمیگردونه. الان دیگه گردونه رو نمیزنم، چون چاپر رو بزنم سی پی مو میگیره. بچه ها میایید تو این قسمت ببین تمامی سی پی ها رو بهم برگردونه، یعنی آیتمه رو فول کردم ولی سی پی هم همون تعداد شد. حالا یه دونه واسه جت پک ازم سی پی کم کرد. خب من سی پی رو زده بودم که گردونه اف اف ها رو فول کنم. بعد اف اف ها رو فول کنیم. بچه ها ترفند اصلی اینه که من برای اون گردونه چاپر لجند خب سی پی رو دادم، دوباره سی پی رو گرفتم و سی پی که خرج نکردم و دوباره نصفش رو گرفتم. ببین نزدیک 4K سی پی زدم، 3K خورده ای، 1,800 از اینجا سی پی گرفتم از این آیتم. این آفره که اومده نصف سی پی رو برمیگردونه، انگار سی پی که خرج نکردم و نصفش رو دوباره گرفتم. بعد حالا میایم تو گردونه اف اف ای. من کلا 5K سی پی زده بودم دیگه. الان گردونه اف اف ای رو فول کنیم با هم. یعنی واقعا اکتیویژن خودش پشماش ریخته که من این حرکت رو روش زدم. یعنی فکر نکنم کسی این حرکت رو تا الان میدونسته یا انجام داده باشه. چند تا از آیتم های اف اف رو، این کلستر رو بالا چارمش رو قبلا گرفته بودم، ولی این دوتای دیگر رو امروز زدم که سی پی قرار نبود اصلا فولش کنیم. گفتم سی پی شانس اینجا ویتینگ خوردم، نمیدونم چرا. آره، بعد گفتم حالا یه شانسی بزنیم ببینیم، حالا شاید گانش رو داد دیگه، فولش نکرده، اونم نداد از شانس انما. بچه الان این ترفندی که زدم میبینیم کجا جواب میده. نگاه کنین الان من گردونه رو پشت سر هم دارم میزنم، تیکش رو برداریم با سرعت بالا بزنیم. خب دقیقا الان شما ویدیو رو نگاه کنین، ولی این شمشیرش خوشگل ها، ناموسن، ولی کارایی نداره، به درد نمیخوره. خب اینجا کاراکترش رو رفیقم بغلم نشسته و گفت بده من بزنم، زد کاراکتر داد. بچه اینجا هم این گانش هم گرفتیم، گان پیکشو، ولی دیگه سی پیمون نمیرسه که خودگانو بگیریم. حالا باید چیکار کنیم اینجا؟ الان میریم داخل اون باکسه، نگاه کنین این آفره که اومده. من 5K سی پی زدم، 5K سی پی زدم، الان 3K و 800 و خورده ای برام سی پی اینجا جمع شده. خب الان چیکار میکنیم؟ دوباره میریم با این چاپر لجند رو فول میکنیم. نگاه کنیم الان میریم گردونه چاپر لجند رو اینجا بزنیم فول کنیم. 1400 تا هم دادیم اینجا، چاپر رو گرفتیم. بعد نصف 1400 یعنی 700 تا سی پی دوباره رفت اونجا، یعنی با 700 تا سی پی هم چاپر لجند رو گرفتم و از اون برم که سی پی هم 5K سی پی زدم. 5K همش هم خرج نکرده بودم فعلا ها. خب بچه الان بریم سراغ این آفره، ببینیم چقدر سی پی برامون جمع شده. من 5K سی پی زدم رو اکانتم، با 5K تا الان 8379 تا انگار خرج کردم. میایم اینجا اون تعداد سی پی که قراره به ما بده چقدره، دقیقا نگاه کنید 4190 خورده ای، یعنی 5K نزدیک 5K رو بهم برگردون. هنوز من آیتم چاپر اگه جت پکش رو قبلا نمیگرفتم، قبلا گرفته بودم، بیشتر از اینا میداد. اگه شما هم چاپر لجند یا همچین آیتمی، همچین گردونی رو اکانتتون دارین که میتونین کل سی پی هاتون ازش برگردونین، همین کار رو انجام بدین. یعنی 5K سی پی بزنین رو اکانت، برین دوباره گردونه چاپر لجند رو بزنین. وقتی گردونه رو زدین، گردونه رو که شما رفتین زدین، دوباره هم از طریق ایمیل باکس سی پی ها رو برمیگردونه، هم از اون طریق از طریق همون آفره دوباره سی پی ها رو
نصف سی پی ها رو بهتون برمیگردن، یعنی سی پی که خرج نکردین نصفش رو بهتون میده. اینجا هم با بقیه سی پی مون اومدیم آپگریدش هم زدیم بردیمش لول 2. خواستم این وسط حالا یه کارهای دیگه انجام بدیم، اونم که نشد واقعا. خواستم یه ترفند دیگه بزنم به اکتیویژن، ولی دیگه واقعا نمیشه. اکتیویژن این یه دونه رو نمیدونم چجوری باز گذاشت این ترفند رو که بشه ازش سی پی رایگان کشید بیرون. حالا نمیدونم خودش میدونه نمیدونه، حالا واقعا نمیدونیم. اینجا هم دوباره زد بسنم برم ببینم که میشه دوباره از اون آفر سی پی دوباره مثلا نصف خرج شده رو بگیری، ولی یه دونه چیز نشون داد دیگه، یه دسته بیل برامون نشون داد، گفت برو بچه بسته. دمتون گرم، اشکید، خداحافظ.